آنچه امروز آقای مجاهد در مورد قانون رسانه‌های همگانی و ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای بیان کردن یک امیدی برای آینده آزادی بیان در افغانستان به وجود آمد. متاسفانه نبود مشخص نشدن وضعیت قانون رسانه‌ها و نبود کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای باعث ازی شده که نهادهای دیگری در کار رسانه‌ها مداخله کنند و این باعث محدود شدن آزادی بیان و ترس و وحشت در بین جامعه رسانه‌ای افغانستان شده بود که با تطبیق قانون رسانه‌های همگانی و ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای این نگرانی ها رفع شده و افغانستان میتونه که به مسیر بسیار خوب در راه انکشاف و توسعه آزادی بیان به پیش بره.